زمانی که سیگار تازه اختراع شده بود، شرکت‌های دخانیاتی مجانی سیگار می‌فرستادن به ارتش آمریکا. این شد که خیلی از سیگاری از جنگ برگشتن و شدن مشتری سیگار. شرکت‌های دخانیات زمانی که توی آمریکا جنبش‌های فمینیستی را افتاده بود، اومدن یک کمپین رو انداختن که زنان باید آزاد باشن و آزادانه سیگار بکشن. جنبش فمینیستی با این کمپین همراه شد و سیگار کشیدن زنان یک شبه شد نشونه قدرت زنان. یه بازیگر رو لباس دکتری دادن و گفتن از سیگار کشیدن تعریف کنن. کلی دانشمند و دکتر پول گرفتن برای ارائه دادن کلی مقاله علمی و تعریف کردن از سیگار. کلی بازیگر هالیوودی پول گرفتن برای تبلیغ سیگار. فیلم‌ها پر شده بود از هنرپیشه‌های سیگاری. حتی شرکت مارلبورو خودش یه شخصیت سینمایی خلق کرد به اسم مارلبورمن. مارلبورمن یه شخصیت قوی، گولاخ و خیلی خفنی بود که سیگار می‌کشید. ناگفته نباشد 4 تا از بازیگرایی که نقش مارلبورمن را بازی می‌کردند از مشکل‌های ریه مردند.